منظومه شمسی ما. آیا تا به حال به بالا به آسمان ها نگاه کرده این و از این شگفت زده شده این که در واقع چه چیزی اونجاست؟ بالاتر از ارتفاع پرواز پرنده ها و پشت ابرها و دورتر از ماه، یه سری کامل از اشیاء شگفت انگیز خارج از فضا در حال چرخشن. بیایید برای یک لحظه فکر کنیم که زمین رو ترک کرده ایم و به کشف منظومه شمسی که به دور اون در حال چرخشیم رفتیم. به دلیل اینکه همه چی در این منظومه به دور خورشید مرکزی میچرخه، به این سیستم منظومه شمسی میگیم. خورشید یک ستاره است، دقیقاً مثل بسیاری از ستاره هایی که میتونین شبها اونها رو در آسمون ببینین. با این تفاوت که خورشید خیلی به ما نزدیکتره، ولی بازم خورشید خیلی از زمین دوره و تقریباً فاصلش با ما حدود 93 مایله. به همین دلیله که خیلی کوچیک به نظر میرسه، ولی در واقع بزرگترین شی در کل منظومه شمسیه. در واقع خورشید 99% کل جرم موجود در منظومه رو به خود اختصاص میده. اگه شما همه سیاره‌ها و قمرها و سیارک‌ها و دنباله‌دارها و شهاب‌سنگ‌ها و هرچی در داخل منظومه است رو کنار هم بذارین، فقط 1/4% کل خورشید هستن. خورشید واقعاً بزرگه. حتی به اندازه 100 برابر زمین وسیع‌تره. و اگه اونو مثل یک فنجون قهوه غول‌پیکر در نظر بگیریم، میتونیم حدود 1 میلیون زمین رو داخلش بذاریم. و فراتر از این، خورشید چیزیه که کل منظومه رو نگه داشته. جاذبه فوق‌العاده بزرگ اون، زمین همه سیارات و اجسام دیگر رو در مدارشون در اطراف خودش نگه داشته و میچرخونه. خورشید عاملیه که امکان حیات روی زمین رو به ما داده. بدون خورشید هیچ گرما و نوری وجود نداشت و گیاهان نمیتونستن رشد کنن و کل آب موجود یخ میبست و هیچی نمیتونست زنده بمونه. خورشید نور و گرمای حیات بخش رو به ما میده به دلیل اینکه همیشه داره میسوزه و شبیه یه توپ غول‌پیکر گازیه، اکثرا هیدروژن و هلیوم، و این گازها در مرکز در دمای میلیون‌ها درجه میسوزن. حالا بیایید خورشید رو ترک کنیم و به کاوش سیاره‌ها بپردازیم. در حالی که ما داریم از خورشید دور میشویم، با اولین سیاره یعنی عطارد روبرو میشیم. عطارد کوچکترین سیاره منظومه شمسیه و خیلی کوچکتر از زمین و یکی از 5 سیاره‌ای که از زمین بدون چشم مسلح میبینیمشون. البته خیلی شبیه سیاره به نظر نمیرسه و بیشتر شبیه یه ستاره درخشانه و اغلب شبها میتونیم از نزدیک افق در هنگام غروب و طلوع ببینیمش. عطارد خیلی به ما شبیه، مثل اون کوچیکه و پر از دهانه‌هایی که روی سطحش هستن. عطارد هیچ قمر و هیچ هوایی برای تنفس نداره. احتمالاً از سفر به عطارد خیلی لذت نمیبریم. با این حال در قسمتی از اون که رو به خورشیده دمایی بسیار بالا و در قسمت تاریکش دمایی بسیار پایینی هست. و حالا یک چیز جالب در مورد عطارد اینه که سریع‌ترین سیاره چرخنده به دور خورشیده و تنها طی 88 روز دور خورشید میچرخه. سیاره بعد زهره یعنی دومی سیاره است. بعضی از مردم به زهره میگن خواهر زمین، چون این دو سیاره از نظر سایز و جاذبه خیلی به هم شبیهن، در حالی که سطحشون خیلی متفاوته. زهره پیش از هر چیزی خیلی گرمه و داغ‌ترین سیاره کل منظومه است. اون به اندازه عطارد به خورشید نزدیک نیست، اما چون اتمسفر غلیظی از کربن دی اکسید داره و گرمای خورشید رو داخل خودش حبس میکنه، از همه سیارات دیگه داغ‌تره. گفتیم که اتمسفر غلیظی داره، اما این اتمسفر برای تنفس مناسب نیست، چون اکثرش از کربن دی اکسیده و ابرهایی از سولفوریک اسید. شاید جالب نباشه که به زهره سر بزنیم، اما خیلی زیباست که بهش نگاه کنیم. دومی شیء درخشنده در آسمان شبه، یعنی بعد از ماه اولین شیء درخشنده است، چون ماه بسیار درخشنده تره. اگه شما به طلوع یا غروب نگاه کردید و ناگهان چیزی شبیه یک ستاره بسیار درخشان توجه شما رو به خودش جلب کرد، بدونید که اون زهره است. بعد از زهره به سومین سیاره منظومه یعنی زمین میرسیم و البته شما همه اون رو میشناسین، چون سیاره‌ایه که ما روش زندگی میکنیم. چون زمین نه خیلی گرم و نه خیلی سرده، یه سیاره عالیه و همونطور که میدونیم زمین تنها سیاره‌ایه که موجود زنده داره. حالا چند لحظه بیایید زمین رو ترک کنیم و به مریخ بریم که 4مین سیاره دور از خورشید و به عنوان سیاره سرخ شناخته شده.
چون در اون دیوکسید آهن، یک ماده شبیه زنگ آهن وجود داره، خاکش رو به رنگ سرخ درآورده. مریخ از زمین و زهره کوچیک‌تره، اما از عطارد بزرگتر و البته سرد و صخره‌ای، با اتمسفری نازک از کربن دی اکسید و اکسیژن. آب به شکل یخ روی مریخ موجوده و دانشمندان در مورد مریخ در شگفتن، چون فکر میکنن که مردم میتونن اونجا به کمک وسایل مخصوص زندگی کنن. تعدادی موشک و کاوشگر تا به حال به اونجا فرستاده شدن تا اطلاعات بیشتری در مورد این سیاره به دست بیارن. همین الان 2 ربات مخصوص برای اکتشاف سطح مریخ اونجان که اطلاعات رو به زمین ارسال میکنن. مریخ اولین سیاره‌ای که به دیدارش رفتیم و مثل زمین قمرهای خودش رو داره. البته 2 تا هستن، ولی مثل ماه ما گرد و بزرگ نیستن و کوچیکن و شکل نامنظمی دارن. دانشمندان فکر میکنن که احتمالاً سیارک‌هایی رو جذب کردن یا اینکه احتمالاً از کمربند بزرگ سیارکی اومدن که اون کمربند بین مریخ و مشتریه. کمربند سیارکی یک حلقه بزرگ از سیارک و صخره هاست که به دور خورشید میچرخن. سیاره بعدی 5مین سیاره یعنی مشتریه و بزرگترین سیاره منظومه، چیزی که بهش میگن غول گازی و دلیل این نامگذاری هم بزرگ بودن اونه و اینکه اکثر ترکیبش گازه. مشتری به اندازه‌ای بزرگه که باید 11 زمین رو کنار هم چید تا اینکه خط قطرش رو تشکیل بدن. مشتری 3مین شی درخشنده در دل آسمانه و فقط ماه و زهره از او درخشنده تر هستن و میتونیم مشتری رو بالاتر از زهره در آسمان ببینیم چون مشتری از خورشید دورتره. مشتری حداقل 67 قمر داره که به شکل یک دایره اطرافش رو احاطه کردن و اما 55 تا از اونا خیلی کوچیکن و فقط اندازه یک کوه و شاید کوچکتر هستن. بعضی از قمرهاش خیلی بزرگن و لااقل 2 تاشون هم اندازه عطارد هستن و یکی از قمرهاش بزرگترین قمر منظومه شمسیه و بعضی از این قمرهای بزرگ از زمین با تلسکوپ دیده میشن. هیچ انسانی نمیتونه روی سطح مشتری فرود بیاد چون اغلب گازیه و خاک و زمینی نداره. حتی اگه جایی برای فرود اومدن داشت بازم نمیشد چون طوفان‌های وحشتناکی داره، حتی به مراتب شدیدتر از طوفان‌های زمین. یکی از طوفان‌های شدیدی که میشناسیم و حتی از زمین دیده میشه و اونو نقطه قرمز مینامیم چون اینجوری دیده میشه و حداقل به مدت 200 سال در جریانه. بعد از مشتری به زحل میرسیم و یکی دیگه از غول‌های گازی. زحل به دلیل داشتن حلقه‌های زیبایش مشهوره و البته از دور شبیه یک ماده جامد به نظر میرسه. ولی در واقع از مقادیر فراوانی تکه و ذرات یخی و صخره‌ای و خاکی تشکیل شده. زحل هم حدود 60 قمر در اطرافش داره و بعضیاشون به بزرگی عطارد هستن و اغلب کوچکتر. چیز جالبی که در مورد زحل هست اینه که هرچند خیلی بزرگه ولی خیلی متراکم نیست. به این معنی که اگه اونو توی بان حمام بذاریم به جای غرق شدن شناور میشه. زحل دورترین سیاره‌ایه که بدون تلسکوپ با چشم غیر مسلح میتونیم ببینیمش. بعد از زحل به 7مین سیاره منظومه یعنی اورانوس میرسیم و اون هم یک غول گازی دیگه است ولی از مشتری و زحل کوچکتره و برعکس هر سیاره دیگه‌ای در این منظومه خیلی کج شده که در واقع از پهلو میچرخه. اورانوس حلقه‌هایی در اطراف خود داره ولی خیلی کوچکتر از حلقه‌های زحل هستند. این سیاره 27 قمر شناخته شده داره. اورانوس از ابرهای آبی که از متان هستن پوشیده شده و این رنگ زیبایش هم به همین علته. سیاره بسیار شبیه اورانوس نپتونه، یعنی 8مین سیاره منظومه. نپتون یکی دیگه از غول‌های گازیه و مثل اورانوس در اتمسفرش متان داره و مثل اون هم آبی به نظر میاد. البته رنگ آبی نپتون از اورانوس پررنگ‌تره و دانشمندان در مورد دلیلش مطمئن نیستن. نپتون تعدادی حلقه کم و نازک داره و تا جایی که میدونیم 14 قمر هم داره. به دلیل اینکه نپتون خیلی دوره، زمان بسیار زیادی طول میکشه که به دور خورشید بچرخه. عطارد رو یادتونه که فقط 88 روز برای چرخیدنش دور خورشید زمان لازم داشت.
حالا نپتون بیچاره طی 164 سال میتونه در مدارش به دور خورشید بچرخه. آخرین باری که نپتون در همین جای کنونیش بود قبل از جنگ مدنی آمریکا بود. یعنی قبل از اینکه کامپیوتر، گوشی‌های همراه، هواپیما و اتومبیل‌ها اختراع بشن. نپتون بزرگترین مدار چرخش رو نسبت به هر سیاره این منظومه داره. حالا شما ممکنه فکر کنین که من پلوتو رو فراموش کردم. پلوتو در 1930 کشف و به عنوان نهمین سیاره این منظومه به لیست اضافه شد. بعدها که بیشتر مطالعه شد، دانشمندان تشخیص دادن که چقدر کوچیکه و در واقع از هر سیاره دیگه‌ای در این منظومه کوچکتره و حتی از بسیاری از قمرهای این منظومه هم کوچکتره. به علاوه انسان شروع کرد به کشف سیاره‌های صخره‌ای و کوچک سیاره مانند که نزدیک پلوتو بودن. در واقع بعضی هاشون از پلوتو هم بزرگتر هستن. در 2006 بعد از 76 سال که پلوتو رو به عنوان سیاره میشناختیم، این سیاره به عنوان سیاره کوتوله معرفی شد. و در واقع گفته شد که اون یک شبه سیاره است، اما خیلی کوچکتر. لااقل 6 سیاره کوتوله در منظومه شمسی داریم و شاید هم بیشتر. با این حال به طور رسمی 8 سیاره رسمی در این منظومه وجود داره. عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون. امیدوارم از گردش در منظومه شمسی با من لذت برده باشین. تا دفعه‌ای بعد، خداحافظ.